17 ایول در شهر دوشنبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، پیشوای ملت، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. در کار مجلس مسئله وسعت بخشیدن فعالیت تشکیلات حزبی برای استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان بررسی گردید. ضمن سخنرانی رئیس حزب محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که سال 2025 برای تاجیکستان و مردم شرفمند آن باز یک سال مهم و از لحاظ سیاسی سال تاریخی به حساب می رود. تاکید گردید که در آغاز سال معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان و مجلس های محلی در سطح بلند تشکیلی و سیاسی برگزار گردید. سطح و صفت برگزاری این چاره‌بینی و شرکت فعالانه مردم در آن بار دیگر تشکل فرهنگ سیاسی و بالاروی احساس وطندوستی شهروندان کشور را روشن نشان داد. رهبر دولت ابراز داشتند که در این چاره‌بینی سیاسی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در برابر دیگر حزب‌های سیاسی فعالانه اشتراک نمود. رئیس حزب ابراز داشتند که حزب ما از روزهای اول تأسیس یابی به مسئله‌های صلح و آرامی، وحدت ملی و جلب کردن اهالی به سازندگی و بنیادکاری توجه اولین درجه ظاهر نمود. در این روند برنامه‌های زیادی علما اساسناک و واقعاً عملی شونده به منفعت‌های دولتداری ملی و مردم کشور سازگار تهیه، قبول و موفقانه تطبیق گردید که نتیجه‌های تا امروز به دست آمده در سمت‌های ثبات سیاسی در کشور و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور گواه حقیقت حال می باشند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که مسئله در ذهن و شعور شهروندان خصوصاً جوانان تربیت کردن غایه های صلح و وحدت ملی باید منبع نیز در مرکز توجه حزب و ساختارهای محلی آن قرار داشته باشد. تأکید شد که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان همچون نیروی پیشبرنده در رشد اجتماعی و اقتصادی کشور نیز نقش کلیدی داشته. فعالیت آن در تطبیق استراتژی و برنامه‌های دولتی و بلند برداشتن سطح نیکواحوالی مردم واضح احساس می شود. محترم امامعلی رحمان از مشکلات زمان نو و شدت بی‌سابقه پیدا کردن روندهای نامطلوب سیاسی و نظامی در سیاره، مخالفت و نزاع‌ها، یراقناکشوی با شتاب، جنگ سرد، تغییریابی با سرعت اقلیم و عاقبت‌های ناگوار آن یادآور شده اصرار داشتند که این حالت از هر یک ما برای حل مسائل پیش آمده مسئولیت و مناسبت جدی طلب می‌کند. امروز حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در 7336 ساختار دولتی، کارگاه و کارخانه‌های صنعتی و تشکیلات و مؤسسه‌ها تشکیلات ابتدایی دارد که توسط آنها برنامه‌های سازنده عملی می‌سازد. در کار مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی در اساس آیین‌نامه حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نظامنامه‌های حزبی در تحریر نو تصدیق گردید. دستگاه کمیته اجرایی مرکزی و ساختارهای آن وظیفه‌دار گردیدند که فعالیت حزبی را به مقررات سندهای مذکور مطابق نمایند. در ادامه مجلس از جانب رئیس حزب محترم امامعلی رحمان فعالیت ساختارهای حزبی برای دوره سپری شده و وظیفه ها برای آینده مشخص کرده شد. با کمیته های اجرایی حزب دستور داده شد که فعالیت را در سمت گسترش بخشیدن خودشناسی و خودآگاهی ملی، حس وطندوستی و وطنداری مردم، بلند برداشتن معرفت سیاسی و حقوقی اهالی کشور به خصوص نورسان و جوانان تقویت بخشند. منفعت های ملی و دولتی را منتظم حمایت نموده کار با مردم را طور براه مانند که هر یک شهروند کشور خود را در روند دولتداری مسئول حسابد. ماهیت و هدف خطرهایی را که به دولتداری ما و استقلال و آزادی آن تهدید میکند عمیق درک نماید و وظیفه خود را در تطبیق هدفهای دولت و حکومت کشور مستقلانه معین و مشخص کرده تواند. در همکاری دائمی با مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی، ساختارهای حفظ حقوق، کار با جوانان و ورزش، زنان و عائله، دین و تنظیم جشن و مراسم، معارف و علم، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، مهنت، مهاجرت و شغل اهالی، کشاورزی و مدافع، فعالیت ترغیباتی و تشویقاتی را در نهاد
و محل‌های زیست اهالی به طور دائمی و فراگیر به راه مانند. همزمان همه تشکیلات حزبی وظیفه‌دار گردیدند که کارهای تبلیغاتی و تشویقاتی را در سمت عملی‌گردانی هدف‌های برنامه‌ای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان وسعت بخشیده. در تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن‌دوستی شهروندان همکاری دائمی و مشترک را با تمام سوبیکت‌های تربیت وطن‌دوستی برای تحکیم پایه‌های دولتداری ملی توسط حفظ منفعت‌های ملی و بالا بردن اعتماد و نظام دولتی و دولتداری روانه نمایند. رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که مسئولان در برابر پیشبرد کارهای ترغیباتی و تشویقاتی نقشه کارهای سازندگی و بنیادکاری را تهیه نموده بهر تجلیل سزاوار جشن 35 سالگی استقلال دولتی و جلب ساکنان کارهای آبادانی را در محلها وسعت بخشند. بعد سخنرانی رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، مدیر بخش مرکز تحلیل و اطلاعات کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نعمتزاده دلربا، انصار شاهینزاده رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه روشقلعه، تیمور رحیموف جایزه‌دار بازی‌های المپی، منیره کریمزاده سرطبیب بیمارخانه کلینیکی بیماری‌های سیرویتی کودکانه شهر دوشنبه، فرزانه حافظزاده مدیر بخش کار با زنان و عائله شهر بوستان و دلاور سعدالله‌اف آموزگار فن زبان انگلیسی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه دنغره ولایت ختلان سخنرانی نمودند. از روی مسئله های محاکمه گردیده قرارهای دخلدار قبول گردید. در جنبه کار مجلس وسیع کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رئیس معظم حزب محترم امامعلی رحمان ابراز داشتند که در شرایط امروزه تاجیکستان آزاد و صاحب استقلال که با مردم وطندوست آن با قدم‌های استوار و دل و نیت نیک به سوی پیشرفت و شکوفایی حرکت می‌نمایند، همه راهبران و مسئولین حزب را لازم است که تمام قوه و مهارت و استعداد اعضایانش را برای توسعه و تقویت بخشیدن وحدت ملی، ثبات سیاسی و امنیت، ولایت قانون، مبارزه به امان بر ضد کروپسیا و گردش غیرقانونی مواد مخدر، تأمین رشد استوار کشور با استفاده وسیع از دستاوردهای علمی و تکنولوژی معاصر سفربر نماید. در کجایی که باشیم، در همه لحظه های وزمین، هیچگاه نسبت به ملت خود، نسبت به وطن خود، دولت خود خیانت نکنیم.